سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اومدم امروز با ویدیویی که در تو قبلی گذاشته بودم بهتون گفتم یه برنامه میگم بهتون واسه شاد. اومدم اون برنامه رو معرفی کنم. برنامه خیلی خوبیه، نمیگم تمام تیرات ادشات میکنه ولی بهت کمک میکنه مثل دی پی آی سنسیتی اینا بهتر ادشات بزنی. یعنی یه کشیدنی مثل صدای ال خودش واسه تو بالا بکشون، خودش واسه مثل حروف صدای ال میکشه بالا و بتونی راحت تر ادشات بزنی. خب بریم اون برنامه رو حالا بهتون معرفی کنم. مستقیم میام بیرون و اینکه برنامه اینه، اسمش هم که بلد نیستم انگلیسی ولی بالا صفحه واسهتون می نویسم که ببینید راحت تر بتونید برنامه رو ببینید. خب میریم داخل برنامه. کار خیلی خاصی نمیخواد، فقط یه اجازه میخواد. دسترسی که واردش میشی خودت میتونی راحت اجازه میزنی رو خودش میاد، رو تیک تایید میزنی، میاری اسم برنامه، میاری تیکشو فعال میکنی، تموم شد و رفت. چیز خاصی نمیخواد. بعد این بالا هم یه تیکه است که واسه هم که میاد داخلش اینو میزنی، این تیکه رو یه پایین، این رنگش رو زیادی کنم. خوبه اندازه اینو تعیین میکنی. اینو دیگه حالا به میل دلته. حالا رو اولی من که گذاشتم که از نظر من اولی بهترین. حالا خودت دوست داری اگه شاتگان پلیری رو دومی بذار. اون دوتا هم که من بلد نیستم ولی خب نگاه کنیم. بعد اینکه این تیکه دوتا تیکه پایینی هم فعال کنید، تموم شد و رفت. حالا میایم بیرون، میریم داخل گیم. خب میزنم تمرینی بس. برنامه خیلی خوبیه واسه شاتگان اینا، خیلی خوب کار میکنه. واسه گان فشاری ها کار میکنه ولی نه در اون اندازه که در اینا کار میکنه. من که شاتگانم بده، من بیشتر تو گان فشاری اینا هم. ولی خب ببینیم حالا یه شاتگان و دیزرت و این گانه کجا داشت بلد نیستم. خب بیا بریم. این برنامه خیلی ایزیه، یعنی خدا راحت میکنه کارتو. یعنی خیلی راحت میتونی، نمیگم تمام تیراتو ارشاد میکنه ولی بهت کمک میکنه راحت تر، خیلی 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 راحت تر بتونی ارشاد بزنی. یعنی خیلی خوب تر پلی بدی. هم خوبیش اینو نگاه کن، من رو تیر گذاشتم زدم خودش آورد این ورتر. این مثل صدای ال میکشه بالا. این تو یعنی در دستت اگه سمت راست عادت داری، یعنی سمت راست دستت میکشه بالا، این سمت چپش خودش میکشه واسط بالا. اینی میره سمت چپ میره، این واسط خودش میکشه همون سمتی که اینی میره واسط میکشه بالا. راحت تر میتونی هدشات بزنی. حالا بیام اینجا داخلی و این برنامه اینا تستش کنیم. خب یعنی دیدین خیلی راحت میتونی هدشات بزنی. بعد اینکه تو بازی هم میشه زد. اکانتم نسی، من خودم که رو اکانت نوین تستش کردم تا یه هفته که اکانت منو بند نکرده. بعد اومدم حتی روی این اکانت اصلی من پلی دادم، باش کاپم بردم بالا. ولی حالا شما میگه از نظر منو میخوای خودتون، شاید واسه یکی گوشی یکی دیگه کار نکرد اکانتشو بند کرد، اول برو با اکانت نوبی بزن، در از 3 روز 4 روز تستش کن، ببین اکانت تو اگه بند نمیکنه یا نیسید نمیزنی یا چیزی استفادهش کن، لذتشو ببرین. راحت ایزی بتونی راحت هدشات بزنی. فقط اینکه خواهشی داشتم که حتما چنلمو ساب کنید، یه لایکی یه کامنتی، اگه سابم نمیکنید دیگه یه لایکی کامنتی بذارین دمتون. حداقل هیچ ننویسین، حداقل یه نقطه هم بذارین، واقعا دمتون بودم. واقعا ازت متشکریم. و اینکه قراری ویدیو بعدیمو بسازم. اونم ویدیو بعدیم سر چیه؟ رو دنس سرعتی. میخوای دنس سرعتی بزنی؟ مثلا روی اسکال میری هم میبینی بعضی خیلی دنس سرعتی راحت ایزی میزنن. یه برنامه خیلی راحت، این برنامه‌ام گرفتمش. انشالله ویدیو بعدیم رو اون یکی میذارم. اگه شما یه برنامه خواستیم بذارم میتونین تو کامنت ها بگین، من هر سری هم میشینم نگاه میکنم که یا چی گفتن چی نگفتن. اگه ببینم میتونم اون کاری که شما گفتین انجام بدم واسهتون انجام میدم. مثلا یه ویدیوی جدید میخوای، یه برنامه یا سنسیتیویتی اینجور چیزا میخواین بهم بگین، منم بهتون معرفی میکنم. خب دیگه اینم شد از ویدیو امروزمون. همتون عشقین. خدا فیس.